برادر عزیز بسیار رقم و علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که امروز جمعه یعنی یک هفته گفته بودیم که تحفه میکنیم شخصانی که با جو مکان ما رو میبره حجامه. الحمدلله بعضیش که گرفتن تحفه که بعضیش که حجامه رو نگرفتن برای اونها تحفه کردیم و ان شاء الله که میخوایم فکر رأی شما رو بفهمیم. یعنی از روز دوشنبه چی تحفه کنیم برای برادران شخصانی که حجامه گیری میان، جانماز یا اینکه دوخی یا اینکه توقی یا اینکه مسواک یا اینکه دیزادران برای تایکش یا اینکه چورنتمین یعنی برای سلامتی که فایده داره، قاعده بغدادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه قاعده بغدادی یا اینکه قص الهند یا که برای ایمونیتت یا اینکه برای پروستاتیت، یعنی همین گونه داروها هستند. کدامش که برای شما پسند میآید همون را ان شاء الله که اختیار کنید بنویسین و ان شاء الله که ما همون را کدامی که بسیار گلاسمت کرد ان شاء الله که همون سه برای برادران ان شاء الله که تحفه میکنیم. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین، از دعای صالحتون ما رو فراموش نکنید. السلام علیکم. سلام علیکم اکبر وجو. علیکم السلام و رحمت الله. با صاحب برادر خواب نکده آمدیا اینجا ده خوب کجا یکا اینا یکمون آمده یکمون یک برادر اینا آمدیا شیلوی نر دعوا چلتن بو برای مردمی که حجامه میکنن چی گفتن یکا دیدی بستویاش خیلی ها اخلا ماشاءالله هیچ شو هیدا مدد فهمیدی او واسه حال روز دیگه که چند اومده خشم اومده نکو سحر خط ان شاء الله که کلو مولم خیلی نگو که سر بشه جنون ساعتو بیای میگه که تلفن زنگ را نه اصلا دل قرآن نگرفتی اکا خیلی مبارک شو اکا چقدر اسلوبیمون چقدر اکا معقول شید یگام کمبودی بود اکا خیلی اکا قرآن نخون در مورد اکا این اکا خدا دا یک تا قرآن مبارک شو اکا در امان الله. چی گفتنی اکا برای مردمی که همه میان همجا حجامه میکنن مثلا اسلوبیو چخیل اکا معقول Soğuyaş ama 100% گفت روسو بودجهتنی این دورگا ای همه دا посоветую чтобы зашли за здоровье и суннат пророка Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы продолжался и все были здоровы. Амин, иншаллах. Были мы все дружно и крепкие. Амин. Амин всем. گرمش پاپا با میریم ان شاء الله کو دیگه رو جان در امان الله. امروز یک شنبه برادرو حاضرش فقط اگه ساعت چند شید بابا ساعت چند شید الان 8 میشه 8 8 اینا برادرو آخران ادامه پفک ساعت 8 خطی اکنون میدونم ممکن با ساعت تا ساعت 10 بیان مبارک شب بعدا چی گفتن برای مردمی که میان همینجا اجازه میکنن همش چقدر شرایط چقدر همش 100% ان شاء الله کاملی است یکم کاملی نیست ان شاء الله. سلام علیکم برادران. امروز با فکرم چی بدایم خیر امروز آخرین روزی که ما آدم‌ها در اجازه می‌کنیم بله تو می‌کنیم آخرین آدم شدی چی گفتن مردم را گفتن که بیاین همجا حجامه خیر با سلامتی انسان فایده دارد و چقدر که معلوم است حجامه این یکی از سنت‌های پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میباشد. اکای قاسم بیو نگاه داریم. رحمت کلانو گفتن که ما شما رو انتظار شما دکو نور دیده تا لیسا دل بیقرار. برادر عزیز روز دوشنبه تا این امروز یک شنبه امروز الحمدلله تا یک 300 چند قرآن برای 300 تا زیاد به هم برادرایی که اومدن حجامه کردن الحمدلله همه رو تحفه کردیم به خاطر خوبه تحفه یعنی که او قدم حجامه ما رو میگیم هیچ فکری بد نکرد اما که خیر شد خیر جاریه پروردگار خیر هر یک ما رو قبول کنه در حق ما دعاگو باشه رحمت کنه که علی جان اکرم نصرالدین برای خدمتاشو اکای بابا جان و یگان کاملی باشه تاریخ ما وزیر زیاد بیاید در ما برای شما باز استولی ما اما وقت گفتم شده اشتیاق تمام الحمدلله خیلی اومده یک پیاله چای ما بگیره خدا نگهبان حرکت. السلام علیکم.